د هیواد اوبه، خاوره او هوا د ککړتیا له ګواښ سره مخ دي. تېره شل کلنه جګړه، د ځنګلونو سوځېدل، د شنو سیمو له منځه تلل، صنعتي فعالیتونه، غیر منظم ترانسپورټ او نور ورته عوامل هغه څه دي چې د هوا د ککړتیا او خرابوالي لامل کیږي، او دا یوه داسې ستونزه ده چې ټول هیوادوال ترېنه کړېږي. د حکومت په تشکیلاتي جوړښت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نوم یوه اداره شتون لري چې دغه مسؤلیت ورتر غاړې دی. په نننۍ خپرونه کې په دې غږیږو چې ولې د هوا ککړتیا مخه نه نیول کیږي، په هیواد کې د هوا د ککړتیا اصلي عوامل څه دي. سلام، وخت مو بخیر. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو د کاوش خپرونه ګورئ. په همدې موضوع د بحث لپاره سره په خپرونه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیمي بدلون ریاست رئیس روح الله امین میلمه دی. امین صاحب، تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست. ستړي مه شئ. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامیتان. تشکر. امین صاحب، د اقلیمي بدلون چې یو لویه ستونزه ده او تقریبا په ټوله نړۍ باندې دغې تاثیرات درلودل، په افغانستان تاثیرات څومره و او څومره افغانستان ترې متضرر شوی دی؟ دقیقا تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است که امروز نه تنها جهان و منطقه بلکه افغانستان هم به عنوان کشور کمتر توسعه یافته از این ناحیه فوق العاده آسیب پذیر است. با وجودی که بروز تغییر اقلیم را بیشتر کشورهای صنعتی و بزرگ اینا در حقیقت باعث شدن که تغییر اقلیم به وجود بیاد با انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر، ولی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال انکشاف از این ناحیه فوق العاده آسیب پذیر هستند. افغانستان به عنوان کشوری که سهم بسیار اندک در تغییر اقلیم داره، یعنی سطح انتشار جهانیش 0.08% است، ولی فوق العاده از پیامدهای منفی تغییر اقلیم فوق العاده آسیب پذیر است. انتشاراتی را که ما از 4 سکتور محاسبه شده داریم، صرف از سکتور انرژی، سکتور زراعت، جنگلات و زباله است که همونطور که گفتم انتشار بسیار ناچیز است، ولی فوق العاده از پیامدها و چای تغییر اقلیم ما فوق العاده آسیب پذیر هستیم. بر اساس یافته‌هایی که صورت گرفته، یافته‌های تحقیقی صورت گرفته، پیامدهای تغییر اقلیم، بلند رفتن درجه حرارت، بارندگی‌های نامنظم به موقع، از بین رفتن تنوع حیات، مهاجرت‌های اجباری، شیوع امراض انسانی، حیوانی، نباتی، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش محصولات زراعتی، در مجموع اینا پیامدهایی هستند که بر اساس یافته‌های تحقیقی حتی در افغانستان قابل مشاهده و قابل بررسی بوده. ښه، که په افغانستان کې د هوا د ګرموالي علت ته راشو، په دې وروستیو څو ورځو کې تقریبا هوا ډېره زیاته راګرمه شوې ده او په همدې اساس د مکتبونه هم رخصت شوي دي. فکر کوئ په افغانستان کې د هوا د ګرموالي اصلي علتونه لامل چی شی کېدلی شي غیر له اقلیمي بدلون چې راغلی دی؟ بحث در این است که یعنی یافته‌های تحقیقی را که پیش یادآور شدم، ما از سال 1329 هجری شمسی تا به حال 1.8 درجه و سطح درجه حرارت ما بلند رفته و سناریو هم نشان میده که حتی تا 2050 تا 2100 به اساس سناریوی خوشبینانه و بدبینانه که ما محاسبه کردیم، یعنی نشان میده که وضعیت ما یعنی در قسمت تغییر در درجه حرارت، تغییر در بارندگی رونما خواهد شد اگر ما کدام اقداماتی را در این راستا انجام ندیم. و عواملی که در سطح خود کشور است که شما سوالتان مشخصا بود، همونطور که من گفتم که چون بحث تغییر اقلیم مختص به یک جغرافیا و منطقه نیست، یک پدیده است که مرز نمیشناسه، یعنی کشورهای دیگه این موضوع را به وجود آوردن ولی دیگه کشورها زیاد آسیب پذیر است. در خود سطح کشور اگر ما ببینیم بحث قطع جنگلات، از بین رفتن فرش نباتی، صحراگرایی، اینا در مجموع در حقیقت دو پارامتری که ما یادآور شدم، بحث درجه حرارت و بارندگی که بازی غیر مستقیم و غیر مستقیم دیگه سکتورها و دیگه فاکتورها را متاثر ساخته و میسازه، اینا در حقیقت عاملی است که ما از این ناحیه بیشتر متضرر هستیم. مثلا بحث بلند رفتن درجه حرارت باعث شده که یخچال‌های طبیعی ما ذوب شود. ارقامی را که ما داریم تا 2015 یعنی 14% از یخچال‌های طبیعی ما به اثر بلند رفتن درجه حرارت ذوب شده. اگر ما بیایم بحث سیلاب مثال بتیم، سیلابایی که به وقوع پیوسته در اواخر، این خودش پیامدهای منفی تغییر اقلیم بوده به اثر بلند رفتن درجه حرارت و بارندگی‌های نامنظم و بی‌موقعی که صورت گرفته، عدم یعنی نفوذ آب در خاک از بین رفتن فرش نباتی بوده، باعث شده که سیلاب‌ها به وجود بیاد، بالاخره خسارات زیادی را ما از این ناحیه متحمل شویم. یعنی در مجموع در سطح کشور اگر که همونطور یادآوری کردم، بحث قطع جنگلات یک عامل است، از بین رفتن فرش نباتی، خود بلند رفتن درجه حرارت که باعث ذوب یخچال‌های ما بوده، بحث خود خشکسالی که از اثر کمبود بارندگی و بلند رفتن درجه حرارت، اینا در حقیقت عاملی بوده که باز پیامدهایش مشخص است که ما فوق العاده از این ناحیه متاثر شدیم. صنعتی فعالیتونو پرمختګ، بله،
صنعتی فعالیتونو پرمختگ صنعت دقیقاً همونطور که گفتم ما خو یک کشور صنعتی نیستیم یعنی یک کشور هستیم در حال انکشاف هستیم ولی درست است که با فعالیت‌های صنعتی که ما اگر ما بیشتر توسعه بدیم بیشتر یعنی اگر ما به شکل پایدار نریم بیشتر گازهای گلخانه‌ای انتشار میکنه و باعث تغییر اقلیم میشه و این واضح است اما ما از بحث صنعت به او حد انتشار نداریم که قابل ملاحظه بوده باشه که ما یعنی فوق العاده باعث شده باشه که تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به وجود آمده باشه چون بحث خود داره سهم داریم بسیار اندک همونطور که گفتم سهم ما خیلی ناچیز است ولی چون بحث تغییر اقلیم مرز نمیشناسه به این با خاطر است که بیشتر کشورهایی که اونا فقیر هستند کشورهای کمتر توسعه یافته و از این ناحیه بیشتر اینا متضرر میشن و افغانستان خودش به عنوان کشوری که اقلیم خشک و نیمه خشک داره و همو 250 میلی متر سطح بارندگی ما است اینا هم عوامل دیگه هستند که باعث شده که بالاخره باعث خسالای دوامدار شوه باعث صحراگرایی بیشتر شوه که ما عملا بحث گرمایش چی را ما مشاهده میکنیم و حداقل ما تدابیر تاسو چی دي؟ اداره ملی حفاظت محیط زیست به عنوان اداره مسئول برای مدیریت بحران اقلیمی یعنی این وظیفه‌اش است مسئولیتش است اما اینجا خود اداره ملی حفاظت زیست اما مندیتش اما مسئولیت‌های کاریش مشخص است ما در چند بخش مشخص در بحث بحران اقلیمی کار میکنیم یکی در بخش پالیسی سازی است بخش استراتژی تهیه استراتژی و پلان ها و کوتاه مدت میان مدت طویل مدت این بخش است که ما انکشاف میتیم طرح‌ها را پیشکش میکنیم برای ادارات دولتی که اونا بتونن پروژه را تطبیق بکنن و بحث اصلی کار دوم است که ما بحث آگاهی‌نامه است که یک بخش کاری دیگه ماست و در قسمت هماهنگی که بسیار کار اساسی است که ما یعنی مسئولیت اداری ماست که با چون بحث تغییر اقلیم بحثی است که اگر ما بیایم بالای سکتورها صحبت بکنیم چون تغییر اقلیم پدیده ای است که این سکتورها را متاثر ساخته یعنی تمام جنبه‌های زندگی را متاثر ساخته اگر ما میایم بالای آب صحبت میکنیم بالای انرژی صحبت میکنیم بالای آب خاک هوا بیا ضرورت چې ادارو سره هماهنګي ولري دقیقاً اینی بخش‌ها مالیکتش سکتورهای دیگه داره اگر ما در بخش آب صحبت میکنیم وزارت انرژی و آب است اگر ما در بخش زراعت صحبت میکنیم وزارت زراعت است به همین شکل اگر در بخش ترانسپورت صحبت میکنیم وزارت ترانسپورت است یعنی این یک موضوعی است که یک موضوع سکتوری است یک موضوع سکتوری است ولی طرف کار ما مشخص است پالیسی سازی بود هماهنگی تسهیل منابع مالی برای پروژه‌های تغییر اقلیم و در حقیقت ارائه طرح‌ها در بود تغییر اقلیم چطور ما ایجاد ظرفیت سازگاری بکنیم چطور سازگاری بکنیم با تغییر اقلیم اثراتش آمده چطور سازگاری بکنیم این طرح‌هایی را که چطور ما بتونیم سازگاری بکنیم انعطاف پذیری را بلند ببریم در هر سکتور ما که ادارات خود از نزدیک کار میکنیم کار ما مشخص اینی است ولی ادارات دولتی ما ادارات اماراتی در حقیقت اونا کارشان می است که طرحی را که ما از بود تغییر اقلیم با اونا از نزدیک کار میکنیم از بود هماهنگی اونا مسئولیتشان است که چطوری را تطبیق بکنن در سکتور مشخص خود که باعث شود که ما مبارزه با چالش‌های تغییر اقلیم صورت بگیریم. اون چالش‌ها بحث خشکسالی هست، بحث سیلاب است، بحث سکتورهایی که متاثر شده از تغییر اقلیم، یعنی با دیزاین پروژه و برنامه چطور بتونیم ما مبارزه با چالش‌های که وجود داره انجام بدیم. یعنی در واقع یک موضوع سکتوری است، یعنی نه تنها نیپا اداره محیط زیست بلکه سکتورهای دیگه هم در این نقش خود دارن، حتی سکتور خصوصی، حتی نهادهای اکادمیک، حتی نهادهای سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان‌های یو ان، اینا هم در این قسمت نقش خود دارن، یعنی وظایف مسئولیت‌هاشون مشخص است که به سطح مشترک از اول کارم شروع بودن، ولی حالی هم ما کتازیا از نزدیک در این بحث کار می‌کنیم تا بتونیم چالش‌هایی که در این راستا وجود داره حداقل مبارزه شود و اثرات ناگوار تغییر اقلیم کاهش پیدا بکنه. اوس نو که همدې هماهنګۍ ته راشو تاسو مخکې یادونه وکړه ځینې ادارې تاسو یادونه وکړه چې زموږ سره په دې کار کې باید شریکې اوسېږي او باید په ګډه ورسره کار وکړو. دوی ته چې کوم کار سپارل شوی دی دوی ته تر اوسه پورې کوم کار سپارل کېږي څومره په دقت باندې کار کېږي څومره جدي دي په دغې برخه کې تر څو د هوا یا د تغییر د اقلیم مخه ونیسي یا د هوا د ګرموالي مخه ونیسي د هوا د ککړوالي مخه ونیسي ځکه چې دا یو مهمه پدیده ده او خلک ډېر زیات ترې نه کړي. دقیقاً ما اینجا یک دو مثال زنده را براتان یادآور میشم. مثلا ما استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم ساختیم از قبل. در این استراتژی و پلان عمل تمام نهادهای ماده‌ای دخیل بودن. در این ما در پلان عملش واضح برای هر نهاد با اشتراکشان البته این سند جور شده. ما مسئولیت‌ها و وظایفشان مشخص ساختیم که در سکتور یا چون بحث خود تغییر اقلیم یک بود علمی و تکنیکی است. به اساس تحقیق، به اساس ارزیابی یک چیزی را ما باید ارزیابی کنیم، تحقیق کنیم، اون را بیاریم نتایجش پالیسی بسازیم.
و در قسمت بود پالیسی سازی که ما اگر گفتیم مثال برتان استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم امیره که ما ساختیم مثلا 2016 که حال فعلا این ما بازنگری هم میکنیم دینمی ما مسئولیت های ادارات خود مشخص ساختیم که وزارت انرژی آب در بخش آب تو در بخش تغییر اقلیم اینی کارا باید بکنید در زراعت به این شکل بر سایر ادارات ما و یک سند دیگه را که به سطح ملی ما ساختیم مو سند به نام سند مشارکت معین ملی است یعنی به نام اندیسی میگن که مطابق توافقنامه پاریس در 2015 که ما عضویت گرفتیم برای مبارزه با تغییر اقلیم سند آماده شد 22 میلیارد دلار ما در اون پروژه را دیزاین کردیم او سندی است که با مشترک با می ادارات کار شده در اون سند بسیار واضح ما هر مسئولیت هر اداری خود در اونجا مشخص ساختیم که اینی کارت است اینی وظیفه است اینی مشخص است بر علاوه که در این سندها ما مسئولیتشان مشخص ساختیم بحث ادغام موضوعات در پلان‌ها و پالیسی‌های ملی سکتوری از یا کارا صورت گرفته مثلا امیال ما از بود تکنیکی تیم‌های تکنیکی ما با تمام اداراتی که ما زیر ربط کارشان کار کرده هستیم یعنی موضوعات تغییر اقلیم کار کرده هستیم که چطور بتونیم در پالیسی‌ها و پلان‌هایشان ما بگنجانیم یعنی مرحله تطبیقش چطور ما بتونیم که از طریق سایر ادارات ما به وجود بیاریم مثلا در بخش زراعت اگر من مثال بزنم ما یکی از راهکارها در بخش زراعت همی است که ما امیال انواع نباتات ما یعنی به اثر بلند رفتن درجه حرارت در تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند یعنی با درجه حرارت مشخصی که رشد نمو کتال نمیکنه یعنی متاثر است ولی ما راهکارهایی را که در این بخش برای سکتور زراعت پیشکش کردیم کار کردیم یک جای ما گفتیم شما برین در بخش از این که چطور ما کار کنیم که تحقیق شود یعنی ولایتیایی را که مقاوم در مقابل خشکسالی تا سیلاب باشه تا باد باشه اینا را ما ترویج بدیم برای دهقین خود تا اینا را به اساس موچی سازگاری بکنن با پارامترهای اقلیمی با اثراتی که هست یعنی میتونه راه حل باشه مثلا در بخش سکتور آب ما پیشکش کردیم بحث سیستم مدیریت آب یعنی واترشید منیجمنت که ما چطور آبی که از نقطه که ذوب میشه ما در اون مرحله که پس میاد چطور ما این را مدیریت بکنیم یعنی چطور این مدیریت شه و چطور ما در وقتی که ما به این ضرورت داریم از این استفاده بکنیم یعنی راهکارها در هر سکتور در هر بخش یعنی وجود داره یعنی به اساس سند این داکومنتیشن وجود داره و این نیاز به این داره که ما چطور مرحله تطبیقش همونطور گفتم بحث ادغامش است و با یک بودجه کافی در این راستا وجود داره که پروژه‌ای که دیزاین شده تا ما بتونیم مرحله تطبیقش زیر به میان بریم تا مبارزه صورت بگیره و چالش‌های موجوده که در هر سکتور در هر بخش وجود داره این تطبیق شود تا ما بتونیم اثرات ناگوار تغییر اقلیمی را بتونیم با تطبیق پروگرام‌ها پروژه و برنامه ما بتونیم کاهش بدیم صحیح سو یو مسلې ته که چیرې راشو د هوا ککړوالې مسله ده چې له پخوا نه ډېره موجوده ده او نړیوال څېړنې هم دغه ښیي چې افغانستان بیا بالخصوص کابل د هغو پلازمینو په ډله کې راځي چې هغه د هوا له ککړتیا نه ډېر زیات متضرره دی که د افغانستان موقعیت ته بیا وګورو افغانستان په داسې د کورې په داسې یوه نقطه کې موقعیت لري چې هغه ډېره یوه ښه نقطه ده او ډېر سرسبزه او ډېر اوبه لرونکې یوه منطقه ده خو بیا هم د خلک د افغانستان د ناامنۍ او د اقتصادي ستونزو سره سره د هوا له ککړتیا ځورېږي علت څه شی کېدلی شي ولې د دې مخه نه نیول کېږي دقیقاً آلودگی‌ها یک معضل محیط زیستی هست این را ما تایید میکنیم و این عوامل مشخص خودم داره که استفاده از سوخت‌های فسیلی است در سکتور ترانسپورت ما اگر ما بگوییم با عوامل دیگه بحث از بین رفتن فرش نباتی است از بین رفتن ساحات سبز است قطع جنگلات است و اینا در مجموع در حقیقت بحث استفاده از زغال سنگ است اینا در مجموع که گفتیم سوخت‌های فسیلی برمیخوره به این موضوع که اینجا بحث فعالیت‌های اصناف و فعالیت‌های صنعتی که مثل چی داریم اینا در حقیقت عواملی است که باعث آلودگی‌ها در شهر کابل بوده و هست و عوامل طبیعی خودم داره این موضوع که ما نمیایم ولی در بحث عوامل بشریش یعنی یک معضل است واقعا که چی وجود داشته و اما در این راستای داری محیط زیست یعنی مشخصا اگر با بالای سوال شما بگیم که چی کار کرده همونطور که من گفتم ما به عنوان یک اداره پالیسی ساز در این قسمت بحث مقرری از این داریم بحث حتی پلان 5 ساله از این از قبل جور شده و فعلا تحت بازنگری قرار داره پلان 5 ساله که ما داریم که مسئولیت‌های اداره در این مشخص واضح ذکر شده اما راهکارهای مشخص چطور از این یک راه حل ما از این مشکل ما بیرون شویم راه حل وجود داره مثلا اگر ما بتانیم یعنی سبسیدی برای گاز برای مردم مهیا بسازیم میتونه یک مشکل مردم حل بسازه این یک راه حل برق 24 ساعته راه حل دومی است که استفاده از این بکنن که مردم بیشتر نره به استفاده از زغال سنگ و استفاده از بحث سوخت‌های فسیلی اینا میتونن راه حل باشن برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل مخصوصا و بحث ترانسپورتیشن ما اگر ما بتونیم بریم به تکنولوژی برای استفاده از موتورهای مترو برقی اینا بریم مثلا که بیشتر انتشار از این ناحیه است و در بود از این که ما چطور جلوگیری از این کرده باشیم بحث تیم‌های نظارتی ما فوق العاده قسمت فعال است از فعالیت‌های اصناف از فعالیت‌های
که حمام‌ها و فعالیت‌های صنعتی که وجود داره، بلند منزل‌ها، اینا همیشه اینا نظارت و چیای خود میکنن به اساس قانون، به اساس مقرراتی که وجود داره، توصیه‌های در این قسمت وجود داره. اما به سطح کلان این راهکارهایی را که ما بتونیم به شکل طویل المدت حداقل از این معضل ما یعنی راه حل برش پیدا شود، اما بحث سبسیدی برای گاز است، بحث برق 24 ساعته میتونه یک راه حل باشه که حداقل مردم برای سوختهای فسیلی بیشتر نره و بحث ترانسپورتیشن ما به شکل پایدار سرش فکر شود که راه حل در این قسمت وجود داره. اینا میتونه راه حل برای که یو تخصصي یا د یو تخنیکی بحث ته راشو د یو ښه چاپیریال د جوړېدو لپاره چې خلک پکې راحته اوسېږي، آلودګي ونه اوسېږي، څه ډول شرایط ورته مهم دي؟ کوم شرایط ورته باید برابر شي چې تر څو دغه آلودګي د هوا ونه اوسېږي یا نور تاثیرات ونه اوسېږي چې خلک د مرضونو نه به خلاص وي؟ او دغه شرایط اوس په افغانستان کې برابر شوي دي؟ لرئ یې په لاس کې؟ دقیقا ما می بالای اول مشکلات محیط زیستی که در سطح کشور وجود داره و اساس یافته و ارزیابی که صورت گرفته، ما مشکلات محیط زیستی ما یک مشکل ما بحث تغییر اقلیم است. بله. که این همونطور که ما یادآور شدم یعنی واقعا تمام نه تنها سکتور، تمام جنبه‌های زندگی ما را متاثر ساخته. یک موضوع بحث جنگایی که وجود داشته یا یک تهدید بوده که بحث قطع جنگلات بوده و تخریب خاک و زمین اینا بوده که اوس شته فعلا نه وجود نداره. و دیگه بحثی از بین رفتن تنوع حیات، تخریب جنگلات، تخریب زمین، از بین رفتن تنوع حیات، بحث خشکسالی، بحث سیلاب، آلودگی های محیط زیستی در مجموع، اینا در مجموع یعنی مشکلات محیط زیستی واقعا بوده. ما اگر بخوایم که یک بستر مناسب خوبی محیط زیستی را برای مردم ما چطور مهیا بسازیم که به شکل خوبتر اونا بدون آلودگی ها و بدون مشکلات محیط زیستی زندگی بکنن، این بحثایی است که ما یادآور شدم. ما اگر بتونیم بحث بیشتر توسعه جنگلات صورت بگیره، فرش نباتی بیشتر توسعه پیدا بکنه، بحث مدیریت زمین در این قسمت فوق العاده رول خود داره، یعنی جلوگیری از تنوع حیات میتونه راه حل بوده باشه، بحث مدیریت آلودگی های محیط زیستی، آب و خاک و هوا، اینا میتونه چی باشه، و بحث استفاده از تکنولوژی هایی که حداقل ما بتونیم با تطبیق از او راهکارهایی که هم بتونیم ما مشکلات محیط زیستی حل شه و هم بتونیم ما بستر مناسب برای زندگی برای مردم مهیا بسازیم. بحث سیستم های کانالیزاسیون میتونه یک راه حل باشه. اینا در مجموع راه حلی است که حداقل در بحث محیط زیست ما میتونیم که پیشکش بکنیم. تاسو اوس په لاس کې څه لرئ؟ در این قسمت اداره ملی حفاظت محیط زیست اینمی راهکارهایی را که من ذکر کردم اینا تمامش انعکاس یافته در پالیسی ها و استراتژی و برنامه‌های ما. اما چیزی که بسیار مهم است این بحث تطبیقش است. با وجودی که ما هماهنگی ما با در این راستا با ادارات فوق العاده هست که چطور ما بتونیم که برنامه و راهکارهایی را که ما مشخص کردیم، ما شناسایی کردیم، چطوری را در عمل ما پیاده بسازیم. از بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان این هماهنگی ها فوق العاده با ادارات ما هست. ما از نزدیک تیم‌های تکنیکی ما کار میکنه. ولی بحث این که ما چطور بتونیم بیشتر مبارزه شوه و بتونیم حداقل این پروگرام را تطبیق بکنیم، یعنی نیاز به یک بودجه کافی خوب میخواد. مثلا با دیزاین یک پروژه محیط زیستی، یعنی بر شما بهتر معلوم است که نیاز به یک بودجه مالی خوب میخواد که ما بتونیم حداقل با تطبیق از ما بتونیم راهکارهای چیزی بکنیم. مثلا به طور مثال اگر ما بریم بس سیستم پایدار ترانسپورت، اگر ما بریم بحث مترو را در نظر بگیریم، اگر ما بریم موتورهای خود برقی بسازیم، این یک چیزی است که واقعا هم بحث آلودگی هوا جلوگیری میشه و همین پروژه است که یک بودجه کافی برای این نیاز است ضرورت است. لکه نن تاسو دغه وزارت راغلی یا د مسؤلیت در په غاړه شو تاسو ته تاسو کوم کړنې ترسره کړلې، څه مو وکړل، نوي تغییرات مو څه پکې راوستل او له خپلو کارونو خوښ یاستئ؟ بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان در بود بین المللی ما با یک سلسله چالش‌های روبرو هستیم. با وجودی که ما این رهبری اداره ملی حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور خارجه و تیم تکنیکی فوق العاده در قسمت تعامل یا روابط با سازمان‌های بین‌المللی که در این راستا که ما پروژه دارن، یعنی پروژه‌های متعددی را ما از میکانیزم‌های جهانی مالی محیط زیستی و تغییر اقلیم از قبل جلب و جذب کردیم. دون بخش با وجودی که ما تلاش‌های کردیم ولی متاسفانه اونا بحث ملاحظه سیاسی را در نظر گرفتن. دغه پروژو غږیږو یو ځل که تاسو خپل فعالیتونه راته وایئ چې تاسو څه کړي دي راته وروسته. دقیقاً از بود بین‌المللی به این شکل، از بود ملی
ما در بخش آگاهیامه کارهای ما فوق العاده خوب بوده، یعنی در قسمت آگاهیامه، در قسمت بود هماهنگی و در قسمت پالیسی سازی. مثلا اگر ما مثال بزنم، پالیسی ملی محیط زیست ما تدوین کردیم، قرار است او توشیح شود، از طرف کابینه تصویب شده، قرار است توشیح هم شود که یک دستاورد خوبی است که ما 7 اولویت خود در پالیسی ملی محیط زیست او گنجانیدیم که اولویت ما تغییر اقلیم است، دوم بحث کنترل آلودگی هوا است. دیگه در قسمت رابطه ما با سازمان ها و انجیوها به سطح ملی هم خیلی خوب بوده، یعنی ما تانستیم که با نهادها تعامل خود داشته باشیم در قسمت تطبیق برنامه و پروژه محیط زیستی که د سیرت ویل شي چې د چې ستاسو له راتګ وروسته یا د اسلامي امارت له راتګ وروسته د هوا په ککړوالي کې کموالی راغلی دی یا ستاسو فعالیتونه دومره ښه شوي دي چې تاسو د هوا د ککړوالي یو څه مخه نیولې ده پخوا په نسبت؟ بحث آلودگی ها خب بیشتر به فصل زمستانی بیشتر قابل مشاهده است که همونطور گفتم به اساس فعالیت‌های سوخت‌های فسیلی که صورت میگیره یه انتشار پیدا میکنه. اما ما تیمای نظارتی خود یعنی از 2-3 تیم به 7-8 تیم ما رساندیم. در ناحیه ما تیمای خود از قبل تنظیم کردیم، از اعمال اینا فعالیت‌های خود ادامه داره میتن، نظارت میکنن از عملکرد فعالیت‌هایی که بحث اصناف است، بحث صنعتی است، اینا عملا از اعمال یعنی کارهای صورت گرفته. در قسمت چطور بتونیم ما در زمستان پیش روی یعنی حداقل بتونیم که آلودگی هوای شهر کابل حداقل مدیریت شود، کنترل شود. صحیح. یو کراشو د پروژو ته کراشو چیرته پروژې په دوه برخو تقسیموو. یو ستاسو پورې مربوط پروژې چې تاسو بودیجه ورکوئ، تاسو خپله حمایت کوي یا خپله مصارف ورکوئ، او یو هغه پروژې چې هغه نړیوال حمایه کوي. خپلې پروژې مو څومره پلي کړي په افغانستان کې او د نړیوالو پروژې څومره په افغانستان کې نیمه پاتې وي یا یې تکمیل کړي دي یا اوس کار پر روان دی؟ در بود ملی که با از بودجه انکشافی دولت در بحران اقلیمی ما استفاده کرده باشیم، خود اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر در قسمت سیستم سازی و برنامه سازی زیاد ما تانستیم از بودجه انکشافی استفاده بکنیم و در قسمت تطبیق عملی پروژه ها که آن گراوند این پروژه چطور تطبیق شده، این ادارای دولتی ما از طریق بودجه انکشافی خود ادارهشان با هماهنگی ما اینا په دې خاطر کوم چې تاسو هر سره هماهنګي لرئ، تاسو د هغوی چې کوم کار تکمیلوي تاسو ترې خبرېږئ او تاسو هغه ستاسو په کیریر کې حسابېږي چې تاسو د محیط زیست ادارې دغه کار د پلانکې ادارې په مرسته باندې کړی دی، یعنی تاسو د هغې په مرسته باندې دا کار ترسره کوئ. په دې خاطر پوښتنه کوم چې تاسو ورته کافي بودیجه هم ور درلودله یا یې اوس هم ورته په لاس کې لرئ یا په پلان کې لرئ داسې پروژې؟ پروژه‌ای را که دقیقاً ما از قبل هم سر از این کار کردیم، یعنی طرح‌های وجود داره در قسمت از اینکه ما چطور پروژه‌های محیط زیستی و تغییر اقلیم تطبیق بکنیم. ما هماهنگی ما با ادارات هم هست، اونها هم پروژه‌ای را که در بخش سکتورهایشان پیشکش میکنن برای وزارت مالیه تا بودجه از طریق بودجه انکشافی بگیرن تطبیق بکنن. ما هماهنگی ما که اونها هستن، چون اونها پروژه را زمانی که دیزاین میکنن با نزدیک با ما کار میکنن، چون موضوعات پروژه را طوری دیزاین میکنن که اون پروژه مخرب محیط زیست و گپا نباشه، به این خاطر هماهنگی با ما می داشته باشن که اونا پروژه خود تطبیق بکنن. و در بود بین‌المللی همونطور که یادآور شدم 32 پروژه ما که در بود پروژه بوده که یعنی تایید شده، یعنی مرحله تاییدیش حتی تکمیل شده بود. این پروژه بیشتر در بخش زراعت، در بخش جنگلات، در بخش انرژی، در بخش ترانسپورت، در بخش مدیریت حوادث، در بخش خوشحالی اینا از قبل دیزاین شده بود که این 32 پروژه به اساس ملاحظات سیاسی کنار دارن، این را به حالت تعلیق روندش به حالت تعلیق قرار دادن، در حالی که پروژه را اداره محیط زیست با ادارات دولتی اینا را دیزاین کردن، جور کردن طرحهایش با همکاری نهادهای ملل متحد مانند UNDP، FAO، WFP اینا که مدار اعتبار بر مکانیزم‌های مالی هستند. یعنی فعلا این پروژه با حالت تعلیق است، با وجودی که در این راستا ما ولی په تعلیق حالت کې تر اوسه پورې موږ ته قناعت نه دی ورکړی چې راشي خپل پروژه ما تلاش‌های خود کردیم، یعنی جلسات حضوری و آنلاین با اینا داشتیم، با سکرتریت مکانیزم‌های جهانی مالی تغییر اقلیم، با نهادهای ملل متحد که در اینجا عملاً تطبیق کننده پروژه هستند که اجرا کنندش با اداره دولتی ما هستند، با اینا ما نشست‌های متعدد در این بخش داشتیم. دلایل بخش ما به یاد داشتیم. دوی څه کومه ستونزه ده چې ما با وجودی که گفتیم که پروژه یعنی تطبیق از این بیشتر برای جوامع آسیب پذیر، یعنی بیشتر منفعتش به اونا میرسه، برای اطفال است، برای خانم هاست، برای مردم آسیب پذیر است و حتی اینطور ما وانمود چی که دلایل قناعت بخش حتی برشان دادیم که
حتی از بود مالی حتی یک افغانی از این به سیستم دولت نمیاد، چون به سازمان‌های ملل متحد میره و اجرای شورای دولتی میره. ولی در حقیقت چه از می است که بحث به رسمیت موضوع رسمیت است که ذکر میکنن، یکی از چیزهای عمدهشان به این خاطر پروژه را به حالت تعلیق قرار دادن. ولی ما از پیششان خواهشمندیم، پیشنهاد ما است که پروژه تطبیقش یعنی بیشتر مردمی که از ناحیه تغییر اقلیم بیشتر آسیب پذیر هستند، اطفال، خانم ها، اینا این مفیدیتش یا چیز به اونا میره. ما خواهشمندیم که پروژه روند تطبیقش عادی بسازن تا ما بتونیم پروژه را تطبیق کنیم. چالشایی که در این راستا وجود داره برطرف. فقط یو دقیقه وخت لرو که راته ووایي د راتلونکي دپاره مو لوی پلانونه چی دي؟ اداره ملی حفاظت محیط زیست در مجموع اگر ما مشخصا بگوییم که در 4 بخش ما اساسا کار میکنیم. بخش مسلکی البته بحث مدیریت تغییر اقلیم است، کنترل آلودگی هوا است، انکشاف پایدار است و تنوع حیات است. ما در سطح اداره پلان استراتژیک خود داریم. به سطح بخش‌های ریاست‌ها حتی پالیسی و استراتژی همونطور که ذکر کردم واضح وجود داره. راهکارها این اقدامات واضح شده در هر بخش ما داریم و پیشنهاد ما است که با وجودی که هماهنگی هست بیشتری تقویت صورت بگیره. ادارات اماراتی یعنی بیشتر با وجودی که مسئولیت ماست که ما باید بیشتر با اینا از نزدیک بیشتر کار بکنیم که بیشتر کار شوه، هماهنگی ها صورت بگیره تا ما بتونیم برنامه پروژه ها را تسهیل منابع مالی را نه تنها از مکانیزمایی که وجود داره از سایر نهادهای مالی دو جانبه ما بیشتر کار شود تا بتونیم برنامه پروژه را تطبیق کنیم تا چالش هایی که وجود داره حداقل برطرف شود. تشکر از اینکه دعوت ما را برای برنامه سلامت. تشکر. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مرسته تر پای وکړه. تر بیا هم په لوی رسپارم پاک الله مول شي.